امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حقوق کانستیتوسیونی خود لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و بعد از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. قبول قانون درباره عفو افاده سیاست انساندوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده به شخصانی که دست به جنایت زده‌اند امکان می‌دهد که اصلاح شوند به نزد نزدیکان و پیوندهای خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. قانون عفو به 18038 محکوم شده تطبیق می‌گردد. از جمله از جایهای محرومی از آزادی، از مؤسسه‌های سکونتی و جزاهای دیگری به محرومی از آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر آزاد می شود. مهلت اداگردیده جزای 6733 نفر کم کرده می شود. قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی می کند. از 507 نفر زنان که ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای باقیمانده جزا آزاد می گردند و نسبت به 259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شود. از 134 نفر نابالغی که ادای جزا می نمایند 99 نفر از ادای باقیمانده جزا آزاد گردیدند نسبت به 35 نفر مهلت باقیمانده ادای جزا کم کرده می شود. قانون درباره عفو اینچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در پیشبرد مقامات سودی تحقیق و تفتیش قرار دارد تطبیق می‌گردد. قانون مقامات دخلدار را وظیفه‌دار می‌نماید که اجرای آنها را در دوام 2 ماه تأمین کرده به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد نمایند. قانون درباره عفو مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و دیگر مقامات دولتی را موظف می‌سازد که برای به کار تأمین نمودن شخصانی از مؤسسه‌های اجرایی جزا آزاد شده به تحصیل فرا گرفتن نابالغان به قیدگیری و به حسابگیری یگانه شخصانی نام برده چاره‌جویی نمایند. قانون در مطبوعات نشر کرده می‌شود.